از نام همه زنها رحمت میگم. همه خرسند. ما در وطن خودمان با جای کاری خوب تعمیر شدیم. همه آباد شدیم. دیگه دولت ها رفته مسافری نمیکنیم. عذاب نمیکنیم. روز به اویله ها مونده. روزی آدقام پیش بچه ها مونده. همه همین پیش استقلالیت دولتی و صلح و ثبات طبق مسئول گوشت مرغ و حسیب شهر خوجند 1.5 میلیون سامانی و برای خریداری تجهیزات از کشورهای پیشرفته دنیا 286,259 سامانی صرف شده است. بهر اجرای 10 ساله سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اعلان گشتن سالهای 2022-2026 سالهای همین کارگاه ساخته به ایستاد دادیم. برای کارهای ساختمانی 1.5 میلیون سامانی خرج شده. برخوردار از امتیازهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان توانستیم با مبلغ 2 میلیون سامانی تجهیزات بهترین را از دولت روسیه و چین وارد نماییم. عین حال در کار با جای کار و معاش در روند کارآموزی خود دستگیری دولت و حکومت و شخصیت ملت را حس نموده ایستاده و در آینده بهر رشد نموی کشورمان سهم خود را میگذاریم. در صحن کارگاه نوبنیاد نوهای محصولات استحصال شرکت سیحون و کارگاه‌های دیگر ولایت از جمله مرغ اعلی‌صفت شهر گلستان، چوجه بیضا، امین اکا، فابریکای پرنده‌پروری نظر این ناحیه باباجان غفوروف و زرنثار این ناحیه ظفرآباد نمایش داده شده. محصولات بسته‌بند شده کارگاه‌ها معرفی کرده شد. امروز در دایره تشریف پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سوخت در شهر خوجند یک کارخانه زمانوی بسته‌بند و ضبط پرنده افتتاح یافت. قید کرده ماموریت است که مس دستگیری دولت و حکومت امتیازها با آن آورده شده که سالهای آخر در جمهوری جمهوری و علاخصوص ولایت سوخت سایه پرنده پروری که سمت فعالیتشان به استحصال گوشت پرنده ایران شده است خیلی روشنمو بود. عین حال در ولایت سوخت زیاد از 60 عدد فابریکای پرنده پروری که سمت فعالیتشان به نگران شده است فعالیت پرثمر دارند. با اعلام گشته سالهای 2022-2026 کارخانه فابریکای پرنده پروری اکنون به ساختمان کارخانه صنعتی یعنی ضبط پرنده و بسته‌بند آن شروع نمودند. عین حال تمام سیخ‌های استیبراری ولایت، مغازه‌ها، آشخانه‌ها با گوشت پرهیزی پرنده وطنی پوره تامین می‌باشند. قابل ذکر است که کورانی از دستگیری و امکانیت‌های فراهم آورده دولت برای رشد صاحب‌کاری در کشور هوسمند گردیده با بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون در آبادی و پیشرفت وطن عزیز تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزشمند می‌گذارند. از روی معلومات کارخانه واحد دولتی صنعت پرنده پروری تاجیکستان عین زمان در ولایت 145 کارخانه پرنده پروری فعالیت نموده ایستادند که نسبت به سال گذشته 15 عدد زیاد میباشد. از این شماره 98 کارخانه به استحصال تخم، 47 کارخانه به استحصال گوشت پرنده، 5 کارخانه به استحصال تخم و گوشت پرنده و 2 کارخانه به استحصال تخم اینکوباسیونی، چوجه یک روزه و تخم استحصالی مشغول میباشند. 9 سپتامبر در دایره سفر کاری به ولایت سوخت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در محله تیمورملیک شهر خوجند ولایت سوخت به فعالیت کارخانه دوزندگی تاجیکستان و کره جمعیت دارای مسئولیت محدود آریان جی تکستایل شناس شده برای بنیاد مرحله دوم کارخانه سنگ اساس گذاشتند. 9 سپتامبر در دایره سفر کاری به ولایت سوخت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در محله تیمورملیک شهر خوجند ولایت سوخت با فعالیت کارخانه دوزندگی تاجیکستان و کره جمعیت دارای مسئولیت محدود آریان جی تکستایل شناس شده برای بنیاد مرحله دوم کارخانه سنگ اساس گذاشتند. کارخانه دوزندگی آریان جی تکستایل در مساحت 8906 متر مربع با خرج $1 میلیون آمریکایی در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور بنیاد گردیده یکی از کلانترین کارخانه های صنعت دوزندگی در ولایت سوخت به حساب می رود.
дар рафти корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи аввал зиёда аз 100 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. Дар сохтмони корхона аз маҳсулоти хушсифати ватанию хориҷӣ истифода шудааст. Дар корхонаи истеҳсоли маҳсулоти дузандагӣ аз ҷумла шиму костюм, шимҳои ҷинс, либосҳои ҳарбӣ ва дигар навъҳои маҳсулоти дузандагӣ бо тарҳу услуби муосир бароҳ монда шудааст. Корхона бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири саноати дузандагӣ аз ҷумла машинаҳои дарздӯзӣ, гулзанӣ, техникаи буранда, технологияҳои компютерӣ, таҷҳизоти дарзмол муҷаҳҳаз гардидааст. Бо истифода аз чунин таҷҳизоти замонавӣ истеҳсоли маҳсулоти баландсифат кафолат дода мешавад. Ин аст ки маҳсулоти корхона харидорони зиёд дорад ва бо якчанд ширкатҳои хориҷӣ ҳамкории доимӣ менамояд. ضمن معرفی محصولات کارخانه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که حالا در کارخانه 500 متخصص محلی فعالیت نموده با معاشی از 1500 سامانی بالا نقلیات مخصوصی خدمترسانی و یک وقت خوراک تامین می‌باشند. از گشوده شدن همین کارگاه اوریون جی تکستیل با کار آمدم نفق خوب میباشم. از اقدام پیشگرفته جناب عالی ما بسیار به حد خرسند هستیم که ما زنان خانه‌نشین با کار تامین شدیم. می نداری بیان مینماییم که این ما به ما بسیار غمخوری های زیاد کرده ایستادند. خانه ما برای فعالیت فراهم کرده شده است. همه روزه که در همین جا کار میکنند خرسندانه کار میکنیم. ما جوان دختران از آن شکرگزاری میکنیم که در وطن ما آسوده زندگی میکنیم و به جای کار معاش بلند تامین هست. برای همه این غمخواری های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سپاس بیان مینمایم. سپاس راهبر دولت محترم امامعلی رحمان اساس کارهای ساختمانی مرحله دوم این کارخانه آغاز بخشید. شرکت سیما در شهر خوجند در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان محصولات‌های نساجی مشغول می‌باشد. امروز باعث افتخار و خرسندی است جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بازدید نمودند. در آینده نزدیک نشد 250-300 زنان متخصص را با جایهای کار دائمی تامین نماییم. در کارخانه شرایط خوب با تجهیز شده است. زمان را صفت بلند استحصال کرده است. تاجیکستان پاپشی مرحله دوم کارخانه دوزندگی تاجیکستان و کره در ساعت 8906 متر مربع با خرج 5 میلیون دلار آمریکایی در است بنیاد کرده شود. در کارهای ساختمانی 100 متخصص محلی به کار جلب کرده می شوند. پس از انجام مرحله دوم کارخانه برای باز 350 محلی جای کاری مهیا می گردد. مرحله دوم کارخانه دوزندگی اوریون جی تکستیل که پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان با لایحه آن شناس شدند. با استقبال 35 ساله استقلالیت دولتی بنیاد خواهد شد. در مرحله دوم 350 نفر برای کار تامین می شود. محصولات های ما در بازار وطنی و در بازارهای خارج کشور خریداران زیاد دارند. زنهایی که ختم صنف نو معلومات آنی پوره ندارند بعد از صنف من کسب معقول کرده من همه خیلی وظیفه‌های گوناگون بیشتر درزدوزی کنم. کارخانه کلانی بر هوا روشنایی سخنان خوب من زنها با لیاقت ما کارگر زنها اوریان از دستگیری پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان بسیار منت داریم. روزهای نیک خلق تاجیک آمده رسید. ما جوان دختران خیلی در خودمان با جای کاری خوب و معاش بلند تامین هستیم. همین از سیاست زنده پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان به مردم تاجیک تامین گردیده است. از این رو میانه‌داری صمیمی خود به زنان و بانوان کارخانه اوریون جی تکستیل را به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میرسانیم.
фароҳам овардани шароити зиндагии арзандаи мардум дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар қарор дошта, ҷиҳати расидан ба ин ҳадафи наҷиб тадбирҳои муҳиму саривақтӣ андешида ва ташаббусҳои созанда рӯйдаст гирифта мешаванд. бунёди корхонаҳои саноатӣ, ғанӣ гардонидани бозорҳои кишвар бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва бо маоши хуб таъмин намудани аҳолӣ аз зумраи ҳамин тадбирҳои судманд маҳсуб мешаванд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро мавриди истифода қарор дода, бо шароити хизматрасонии муосири дар он муҳайё гардида шинос шуданд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро мавриди истифода қарор дода, бо шароити хизматрасонии муосири дар он муҳайё гардида шинос шуданд. бинои нави шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз 4 ошона ва таххона иборат буда, масоҳати умумии он дар якҷоягӣ бо саҳни ҳавлӣ 8250 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар умум дар бинои нави шуъбаи тиббӣ 28 ҳуҷраи корӣ мавҷуд аст ки дар онҳо барои 20 корманди тиб мусоиди корӣ фароҳам аст. зимни боздид аз имкониятҳои ин муассисаи тиббӣ ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд ки дар ошонаи дуюм ва сеюми шуъба 18 ҳуҷраи табобатӣ бо 46 қати хоб мавҷуд буда, дар як вақт 46 нафар метавонад ба табобати статсионарӣ фаро гирифта шавад. дар даврони истиқлолият ҳифзи аҳолии кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифт. таври пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид мекунанд, дар кишвари соҳибистиқлоли мо саломии мардум боигарии давлат ва ҷузъи таркиби ҳадафҳои стратегии он дониста шудааст. ғамхории пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҷузъу томҳои он, махсусан маркази тиббӣ назаррас буд ки мо дар як муддати кӯтоҳ ба дастовардҳою имконоти беназир соҳиб шудем. бунёд ва ба истифодадиҳии бинои замонавии маркази тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд далели гуфтаҳои болоист. мо аз як бинои замони шӯравӣ мерос гирифта ба як бинои муосири ҳозиразамон соҳиб гардидем ки назираш дар минтақа нест. зеро дар ин бинои навбунёд муосиртарин таҷҳизоти тиббӣ насб карда шуда бештарин шароити табобат муҳайё гардидааст. мо бори дигар ба пешвои муаззами миллат барои чунин ғамхорияшон миннатдории самимона изҳор дошта ба ватану миллат ва президенти мамлакат содиқона хизмат менамоем. дар таххонаи бино ошхона барои 20 нафар, ҳуҷраи озмоишгоҳи биохимиявӣ ва клиникӣ, ҳуҷраи акси рентгенӣ, ташхиси ультрасадо, сабти барқии дил ва ғайра мавҷуд мебошад. дар ошонаи якум дармонгоҳи шуъба ҷойгир шудааст ва аз ҳуҷраҳои кории маъмурият, табибони гӯшу гулӯ ва бинӣ, пӯст, асабшинос, бемориҳои дарунӣ, ҳуҷраи қабули беморон, ба қайдгирӣ, ҳуҷраи ҷарроҳӣ ва духтури дандон иборат аст. ошонаи чорум бошад аз ҳуҷраҳои маҳз, физиотерапевтӣ, табиатшифоӣ, муҳосибот, толори маҷлисӣ ва ҳуҷраҳои корӣ иборат аст. иттилоъ дода шуд ки сохтмони бинои нави шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд моҳи марти соли 2023 оғоз шуда, бо маблағгузории соҳибкори ватанӣ Ҷамшед Байзоев аз ҷониби ширкати Тоҷфилиссохтмон бунёд гардидааст. иқдоми соҳибкори ватанӣ аз ҷониби сарвари давлат намуна ва шоистаи таҳсин арзёбӣ гардид. ҳамчунин пешвои миллат ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ба кормандони шуъба тавсия доданд то аз шароити фароҳам гардида мақсаднок истифода баранд ва барои беҳбудии саломатии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва собиқадорони соҳа талоши бештар намоянд. ишоате ки имрӯз бо ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд, дар ҳақиқат боиси рӯйбаландии мо табибон аст. акнун мо метавонем хизматрасонии дармонбахш
طبابتی خود را بهتر و خوبتر اجرا کنیم. 24 سال می شود که من همچون دکتر در این مرکز طبی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت کار و فعالیت دارم. وظیفه اساسی ما طبیبان همچون وارث سینا پیش از همه حفظ سلامتی انسان است. در برابر این اسبابی که مرکز طبی ریاست وزارت کارهای داخله ما یکی از ساختارهای ترکیبی مقامات کارهای داخله می باشد در حالتهای ضروری عهدهداری خود را در سمت تامین ترتیبات جمعیتی و مبارزه بر ضد کرداری‌های ضد حقوقی نیز می‌گذارانیم. من و اهل کارمندان مرکز ریاست وزارت کارهای داخله ولایت سوخت کوشش خواهیم کرد که بهر حفظ و برقرار نمودن سلامتی نه تنها کارمندان مقامات کارهای داخله بلکه اهالی نیز سهمگذاری کنیم. گفتار بینای پیشینه شعبه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت کمال خوجندی شهر خوجند فعالیت می‌برد با طلب امروزه مطابق نبود و اکنون کارمندان در بینای نو زمانوی از شرایط معاصر کار و خدمت رسانی برخوردار گردیدند. مؤسسه مذکور در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بهتر گرداندن وضع و تطبیق استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 بنیاد شده با دستگاه و تجهیزات ضروری طبی تامین گردیده است. در ادامه سفر کاری به شهر خوجند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز سودا و خدمترسانی استقلال اونیو با یتیمان کل از شهر و ناحیه‌های ولایت واخوری نموده به آنها تحفه‌های ارزشمند تقدیم نمودند. در ادامه سفر کاری به شهر خوجند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز سودا و خدمترسانی استقلال اونیو با یتیمان کل از شهر و ناحیه‌های ولایت واخوری نموده به آنها تحفه‌های ارزشمند تقدیم نمودند. ضمن صحبت صمیمی با یتیمان که از یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت جمع آمده بودند، سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار نمودند که در سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان غمخوری پیوسته به یتیمان و بی‌پرستاران، عائله‌های نیازمند، شخصان امکاناتشان محدود و فراهم آوردن شرایط ضروری برای این طبقه‌های اهالی موقع محوری دارد. به یتیمان که با امر تقدیر از نوازش والدین محروم ماندند دسترخوان ایدانه آراسته شده، تحفه‌های مالی و پولی، لباس مکتبی، پایافزال، شیرینی‌ها و دیگر تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده شد. کودکان از تحفه‌های سرور رعیت پرور و انسان دوست کشور اظهار خوشحالی نموده برای همه غمخوری‌های پیوسته‌اش به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری صمیمی بیان داشتند. من عزیزخان شارع جانزاده خواننده صنف دوم گیمنازی رقم 13 شهر خوجند میباشم. ما کودکان و نورسان امروزه افتخار از دولت حقوق بنیاد و استقلال داریم که در آن زندگی کرده تحصیل علم نماییم. من منت دارم که با شرافت و زحمت سازنده و تشبس‌های انسان دوستانه شما جناب عالی دولت و حکومت پیوسته نسبت ما غمخواری ظاهر می نماید. جواباً با غمخوری‌های شما وعده می‌دهم که با بهای خوب و اعلی و انتظام نمونوی تحصیل نمایم. در آینده بعد ختم مکتب آرزو دارم که طبیب شده به ملت و دولت خویش صادقانه خدمت نمایم. من نورمحمدов اردمهر خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر خوجند باشم. ما کودکان نورسان امروزه افتخار از دولت حقوق بنیاد و استقلال داریم که در آن زندگی کرده تحصیل علم نماییم. ما وعده می‌دهیم که ننگ و ناموس وطنداری را به جا آورده فرزندان شایسته ملت خود میشویم. در آینده مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده میخواهم کسب طبیب را انتخاب کرده و وطن خود خدمت نمایم. در ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از یتیمان دعوت به عمل آوردند که با استفاده از امکانات‌های فراهم شده با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده صاحب علم شوند و با کسب و هنر خود فرد وطن دوست و وطندار گردند. مورد ذکر خاص است که در طول 33 سال استقلال دولتی یتیمان و بی‌پرستاران و عائله‌های کم‌بضاعت همیشه زیر توجه بی‌واسطه رهبر دولت قرار دارند و برای بهداشت زندگی آنها از تمام امکانات‌ها استفاده
برده می شود. 9 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند ولایت سوخت در تانتنه ادانه به افتخار 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر زیاد. هموطنان عزیز، حاضرین محترم، با کمال افتخار و سرفرازی کل مردم شریف تاجیکستان از جمله ساکنان سربلند ولایت باستان سوخت را با افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی 33 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان که در فضای صلح و ثبات کامل کشورمان تجلی می‌گردد، بار دیگر صمیمانه تبریک می‌گویم. به همه هموطنان عزیز از جمله ساکنان ولایت سوخت و همه شما حاضرین گرامی، مهمانان عزیز، تندرستی، سعادتمندی و پیروزی و در راه عملی نمودن نقشه و نیت‌های سازنده و آبادگرانه کامیابی‌های روزافزون آرزو می‌نمایم. 33 سال قبل از این مردم تاجیکستان از برکت این رویداد بزرگ تاریخی یعنی استقلال و آزادی تقدیر خویش را به دست خود گرفتند و با اعمار دولتداری ملی خود آغاز کردند. تاجیکستان به شرافت استقلال از جانب جامعه جهانی همچون دولتی صاحب اختیار دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی اعتراف کردید و به عضویت کل سازمان‌های با نفوذ بین المللی پذیرفته شد. ولی در آغاز صاحب استقلالی کشور عزیز ما به ضربه دهشتبار تقدیر جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار گردیده، خطر پراکنده گردیدن ملت تاجیک و از بین رفتن دولت تاجیکان به مسئله حیات و ممات تبدیل یافته بود. تنها با عزم و اراده قوی و دستگیری و پشتیبانی مردم شرفمند کشور به ما میسر شد که آتش جنگ را خاموش کنیم، مردم پریشان شده را سرجم سازیم، هستی دولت جوانمان و استقلال و آزادی آن را حفظ نماییم. استقلال برای ما عزت و شرف انسانی، ننگ ناموس ملی و گذشته از این بزرگترین دستاورد و مقدسترین نعمت میباشد. باعث قناعتمندی و سرفرازی است که شهروندان مملکت هر یک جشن ملی و دولتی خود، خصوصا جشن استقلال و آزادی وطن محبوب خویش را با زحمت سازنده و دستاوردهای ارزنده
استقبال می نمایند. ساکنان زحمتکرین ولایت سوخت این دیار باستانی و از لحاظ استحصالات صنعتی ترقی کردن است تا امروز اقدام های بزرگ سازندگی و آبادانی را عملی نمودند. طبق نقشه در ولایت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و تعمیر و از نوسازی 12,000 انشاءات استحصالی و اجتماعی پیش بینی گردیده. به حالت 1 اوگوست سال 2024 در شهر نایهای ولایت بنیاد و تجدید 6,700 انشاءات به انجام رسانیده شده است که قریب 58% نقشه پیش بینی شده را تشکیل می دهد. با استفاده از فرصت به کل مردم آبادکار ولایت از جمله به صاحبکاران وطن دوست و تشبسکار و شخصان سخاوت پیشه و خیرخواه برای اقدامات سازندهشان به خاطر آبادی وطن عزیزمان تاجیکستان منتداری بیان می نماید. امروز مردم سربلند تاجیکستان زیر پرچم استقلال و آزادی یعنی پرچم ننگ و ناموس ملی و در اطراف سیاست سازنده و آبادگرانه حکومت مملکت متحد و سرجم گردیده در جاده تقویت بخشیدن پایه های دولت صاحب اختیار خود و فراهم آوردن زندگی مناسب و شایسته هر یک خاندان مملکت با قدم های استوار پیش می روند. ولی فراموش نباید کرد که راهی رسیدن به چنین روزهای آسوده و دستاورد و پیشروی های امروزه چندان هموار و آسان نبود. طی 33 سال صاحب استقلالی دولتی مردم کشور روزهای نهایت سخت و سنگین و دشواری های زیادی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی را از سر گذرانیدند و حالا به شکرانه صلح و ثبات کامل مملکت صادقانه زحمت میکشند. در زمان صاحب استقلالی افزایش حجم استحصال محصولات در همه ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت منتظم تامین گردیده در سال 2023 و بیش از 35 میلیارد سامانی برابر شده است که نسبت به سال 2072 برابر زیاد می باشد. تنها حجم استحصال محصولات صنعتی در این دوره 15 برابر افزایش یافته است. به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت بنیاد زیاده از 700 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی با زیاده از 14,000 جای نوی کاری به نقشه گرفته شده است. طبق نقشه در سال 2024 با استفاده دادن 140 کارخانه و کارگاه های صنعتی پیش بینی گردیده در 7 ماه سال 2024 106 کارخانه و کارگاه نو به فعالیت آغاز کردند. در دوران صاحب استقلالی کشاورزان ولایت سوخت در تأمین نمودن بازار استعمالی کشور با محصولات استحصال وطنی یعنی حفظ امنیت آزقواری سهم نظررس داشتند و سال 2023 حجم محصولات کشاورزی را به 19 میلیارد سامانی رسانیدند که در مقایسه با سال 1991 7.3 برابر زیاد می باشد. در زمان صاحب استقلالی با تطبیق یکچند لایحه بزرگحجم از جمله بنیاد خطهای انتقال برقی بلند شدت جنوب شمال گلستان اشت و لایحه‌های بزرگ تجدید راه‌های ماشینگرد آرزوی دیرینه ساکنان ولایت یعنی پیوست شوی با مرکز و جنوب کشور در 4 فصل سال
و دسترسی دائمی با نیروی برقی خودی عملی گردید. یعنی با عملی گردیدن این لایحه بزرگ ولایت سوخت به نظام یگانه انرژتیکی مملکت پیوست شد. بنیاد شاهراه‌های بین المللی دوشنبه، خوجند، بوستان، چناک و ساختمان نقهای استقلال و شهرستان به مسافه 354 کیلومتر و راه ماشینگرد عینی پنجکند با درازی 113 کیلومتر از جمله اقدامات بزرگ عملی نموده حکومت مملکت بودند که به رشد همه جانبه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تکان جدی بخشیدند. از جمله رفت آمد بی خطر مسافران و انتقال بی ممانعت مال و محصولات از ولایت به دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت و کشورهای خارجی در 4 فصل سال تامین گردید. حالا در این سمت با یک لایحه مهم تجدید راه ماشینگرد دیهم‌های کانی بادام اسوره با صورت ادامه دارد. قابل ذکر است که در نتیجه راه اندازی گردیدن روند سازندگی و آبادانی امروز سیمای همه 18 شهر و ناحیه ولایت کلاً دیگرگون گردیده طرحی زیبا و زمانوی گرفته است. عموماً طی دوران صاحب سالاری در دوره تطبیق زیاده از 75 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در ولایت سوخت بیش از 13 میلیارد سامانی از خود کرده شده است. حتی سیمای مرکز ولایت نسبت به سال 1991 همه شما شاهد هستید که کلاً تغییر یافت. ما در یک روز قریب 5 کارخانه صنعتی حاضر زمان با تکنولوژی حاضر زمان و زیاده از 1,500 جای کاری به استفاده دادیم در یک شهر باستانی خوجند. حالا در ولایت باز 18 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عملی گردیده ایستاده است که مبلغ عمومی در دایره آنها تا امروز از خود شده زیاده از 2 میلیارد و 200 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. در این روند مبلغ‌زاری به ساحه‌های معارف ولایت از سال 2010 تا سال 2021 6.6 برابر و به ساحه تندرستی 7.5 برابر افزوده است. با دستگیری و غمخواری دولت طی سالهای صاحب استقلالی در ولایت 609 انشاءات ساحه معارف برای بیش از 101,000 خواننده و 500 انشاءات ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شده است. پیشروی‌هایی که ولایت سوخت در ظرف بیش از 30 سال اخیر به دست آورده است نتیجه عملی گردیدن نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت مملکت، ثمره استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشوری عزیزمان و زحمت اهلانه مردم می باشند. در برابر این بار دیگر تاکید می نمایم که ولایت سوخت دارای امکانیت و ذخیره‌های بزرگی تا هنوز استفاده نشده می باشد و استفاده ثمرناک آنها به خاطر بازم وسعت دادن رشد استوار اقتصادی و اجتماعی شهر ناحیه‌های ولایت از کار و فعالیت صادقانه تمام رهبران و فعالان و عزم و تلاش سازنده هر یک ساکن ولایت وابستگی مستقیم دارد. من با مردم شهروند ولایت سوخت از جمله صاحبکاران وطن دوستی آن مراجعت میکنم که ما باید باز هم بیشتر کار کنیم، زحمت کشیم و هر اقدامی که پیش میگیریم 10 ساله و 100 ساله ها را در نظر داشته باشیم. یعنی برای آینده آبادی وطن و نسل‌های فردای آن ته کرسی مستحکم گذاریم.
فراموش نباید کرد که وطن از ماست و تمام مسئله و مشکلات آن را ما خودمان با زحمت اهلانه و صادقانه برطرف می سازیم. ما باید همه ساحه‌ها از جمله ساحه صنعت، کارکرد محصولات و صادرات آن را رشد دهیم. در شرایط پرحوادث و مرکب جهان برای هموطنانمان هرچی بیشتر جای کار مهیا نماییم. چنانکه در سخنرانی خود به مناسبت روز دانش گفتم، با تعلیم و تربیت فرزندان که آینده ما و شما می باشند، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص و متخصصان زمان نو اعتبار اولین درجه دهیم و برای آنها شرایط بهترین مهیا نماییم. با تمام رهبران و مسئولان و فعالان شهر و ناحیه‌ها، شهرک و جماعت‌ها تکراراً خاطر رسان می نمایم که تازگی و آبادی از خانه و کاشانه هر یکی ما، از محل زیست، کوچه و خیابان، شهرک و دهه و شهر و ناحیه هر یکی ما سر می شود. هر یک خانه ما، هر یک محل زیست ما، هر یک دهه ما، شهر ناحیه ما، مملکت ما باید هر روز، هر ساعت، شب و روز در 4 فصل سال تازه آزاده باید باشد. مردم را به آبادکاری و سازندگی سفربر کنید و در این جاده خودتان تشبثکار و پیشرو باشید. باور دارم که ساکنان سربلند ولایت به شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی و صلح و ثبات کامل تاجیکستانی محبوبمان، چون هر وقت صاف دلانه زحمت کشیده در آبادی وطن، پیشرفت دولت و باز هم برآوردن سطح و صفت زندگی هر یک عائله سهمی ارزشمند بگذارند. بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان، ساکنان میهمان نواز و شرفمند ولایت سوخت و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار 33 سالگرد استقلال و آزادی تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته به هر یک خاندان ساکنان ولایت سلامتی و سعادتمندی، صلح و آرامی و فیض و برکت آرزو می نمایم. همیشه خوشبخت و خانه آباد باشید همدیاران عزیز. جاویدان با دولت تاجیکان، جاویدان با صلح و امانی در کشور محبوب ما تاجیکستان. کوهایت استوارم ای وطن، کوهایت رمز آرم ای وطن، با بقای ملت فرزانه کوهایت پای دارم ای وطن، کوه ما رمز شجاعت های ماست.
وطن باید با تو یارم ای وطن ای وطن ای وطن. تاجیکستان کشوری آبی زلال، ملک آبی رودهای به مثال، چشمهایش چشمه آبی حیات، تشنگان را میبرد به نشاط. چشمهایش چشمه آبی حیات، تشنگان را میبرد به نشاط. آبی ما رو سعادت میبرد، بر همه عالم محبت میبرد. آبی ما رو سعادت میبرد، بر همه عالم محبت میبرد، بر همه عالم محبت میبرد. پرچمی ما کاویانی پرچم است، راهنمای عدل و داد عالم است. پرچمی ما رمز استقلال ماست، پرچمی سیمرغ شمال ماست. پرچمی ما رمز استقلال ماست، پرچمی سیمرغ شمال ماست. پرچمی ما را کشا و راهنمای، با فلک ها رمز پیروزی ماست. پرچمی ما را کشا و راهنمای، با فلک ها رمز پیروزی ماست. پرچمی ما رمز استقلال ماست. کاویانی پرچم و تاجیکیان، رمز احیای نوین تاجیکان. خسروانی تاجی استقلال ماست، با فروغ هفت اختر در جهان. خسروانی تاجی استقلال ماست، با فروغ هفت اختر در جهان. تاجی 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 شنی عزتی، بود است و هست و ماند جاویدان. تاجی 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 شنی عزتی، بود است و هست و ماند جاویدان.
تاجیکستان زنده بادا، جشن استقلال تو خوشدلی و خرمی آید به استقبال تو. کشوری من روشنی دیده ای من از تو باد، بر سرم تابنده بادا اختر اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، مادر جانم مبارک خنده اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، مادر جانم مبارک خنده اقبال تو. از سمای نیلگونت بخت بارد بر سرت، تا ابد خوش بگذرد هر روز ماه و سال تو. دوستان را تاج سر کردن تو را آیین بود، سر برآرد هر کجا دشمن شود پامال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، مادر جانم مبارک خنده اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، مادر جانم مبارک خنده اقبال تو. تا جهان باقی است خاکت را مقدس گفتم، من به شأن بی مثالت نور مالی سوختم. هرچی پنده گفته ای با گوش دل بشنفتم، خاک پای دشمنی دون را زی مرزد رفتم. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، مادر جانم مبارک خنده اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو، مادر جانم مبارک خنده اقبال تو. جشن استقلال تو، جشن استقلال تو.
گفتم به دلم شیر بلبل نبود آگر دارم به جگر سوز فلفل نبود آگر با قطره زی چشمان
جانی من پیشی من آی گل خندانی من جانی منی جانی منی جانی من یاری منی یاری منی یاری من جانی منی جانی منی جانی من یاری منی یاری منی یاری من گل چطور را دید بساسن دیدی سروی من آمد به گلستانی من دست پیشان مست کجا می روی پیشی من آی گل خندانی من جانی منی جانی منی جانی
شوخ جانا بون شبی پروالق قلمگیل ای شوخ جانا بون شبی پروالق برمینین رایم بلا بول tavbakay xudraylik Hamtunu qon yıllarimning mehnatin ko'nglim bilur Garchi ko'zimga ko'rinmas buncha xun poylik Garchi ko'zimga ko'rinmas buncha xun poylik Qilmagil shu hijona buncha beparvolik Yuz bilan zulfi havosi dek farah bosh bo'lmagan Necha qilg'ayki nasimi subhan barsolik Toki tug'di ahtarida lat saodat burjidir Qilmadi bir kafka bul oy Bek jahon oroylik Qilmadi bir kafka bul oy Bek jahon oroylik Qilmagil shu hijona buncha beparvolik Shun topilmaz bir gulibi xor olam bog'ida Bog'bonlar toka yetkaylar chaman piroylik Shun topilmas bir gulibi xor olam bog'ida Bog'bonlar toka yetkaylar chaman piroylik Demagil bayrak beparvo durur sultoni husn Podshohdirni ajabgar qilsa beparvolik Qilmagil shu hijonon buncha beparvolik Qilmagil shu hijonon buncha beparvolik buncha beparvolik باز دینها جانانه دل پای مبارک در خانه دل از عکس رویش گردید
صحن پاکان اگو در 33 سال مبارک باد استقلال تاجیک پن پرد بال مبارک باد استقلال من تاجیکیم تاج داریم قدیم ترین اولادیم من تاجیکیم تاج داریم قدیم ترین اولادیم اوستا خس کتابیم چو زردشتی اجدادیم اوستا خس کتابیم چو زردشتی اجدادیم انجام چو یغنامن اولادیم سپیتمن انجام چو یغنامن اولادیم سپیتمن همه دنیا ما خبر زنده باتی سودیمن همه دنیا ما خبر زنده باتی سودیمن گودار تمن یا دوریم گودار تا پیشات کنیم سیمی تمن یا دوریم دوشتی چشات کنیم اگو در 33 سال استقلال ماه مبارک ای اولادی دوشتک استقلال ماه مبارک مقصد خستی بورک ول کند یاد خشتک موقف تخان خسمازک استقلال ماه مبارک امام علی رحمون فخروز بی مفتولا استقلال ماه مبارک مخجو نصیر امونم زبی فقر جهونم مخجو نصیر امونم زبی فقر جهونم همه پیروی پیشوا امام علی رحمونم همه پیروی پیشوا امام علی رحمونم مخجو نصیر امونم زبی فقر جهونم مخجو نصیر امونم زبی فقر جهونم همه پیروی پیشوا امام علی رحمونم همه پیروی پیشوا امام علی رحمونم شهری بلبل شهری گل شهری جوانی شهری مهر شهری صلح و شهری وحدت زیر گردونی سپهر شهری عشق و شهری بخت و شهری پیمان و غرور شهری شعر و شهری نور و شهری آهنگ و سرور ای دوشنبه شهری بخت و قبله امید ما به بهای و به نظیری چون نگینی آسیا ای دوشنبه شهری بخت و قبله امید ما به بهای و به نظیری چون نگینی آسیا همتی رستم دیگر بین مود مأوایی تو را چون عروسی ناز بنیاد سراپایی تو را در دلم شهر نگیرد در جهان جایی تو را می نبخشم بر کس مشکی فرهزایی تو را می نبخشم بر کس مشکی فرهزایی تو را ای دوشنبه شهری بخت و قبله امید ما به بهای و به نظیری چون نگینی آسیا
ای دوشنبه شهری بخت و قبله امید ما به بهای و به نظیری چون نگینی آسیا ای دوشنبه شهری بخت و قبله امید ما به بهای و به نظیری چون نگینی آسیا ای دوشنبه شهری بخت و قبله امید ما
فطرت ملت ما اجدادیست رو به علم و هنر و آبادیست رو به علم و هنر و آبادیست فطرت ملت ما اجدادیست رو به علم و هنر و آبادیست تاجیکستان وطنی با شرفان کشوری وحدت و صلح و شادیست کشوری وحدت و صلح و شادیست این همه بحث استقلال است من برو تفس استقلال است این همه بحث استقلال است من برو تفس استقلال است من برو تفس استقلال است مردمی با شرف و تاج بریم از بد و